سلام، با برنامه سرزمین من در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که میخواد استان سیستان و بلوچستان بهتر به شما هموطنان عزیز معرفی بکنه. یکی از جاذبه‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان کوه تفتانه. کوه آتشفشانی نیمه فعالی با ارتفاع 4050 متر. این کوه در شهرستان خاش واقع شده و به خاطر ارتفاعاتی که به خاطر این کوه به وجود اومده از آب و هوای خوب و دلنشین برخورداره و به خاطر همین آب و هوا روستاهای خوب و سرسبزی در اطرافش شکل گرفته. استان سیستان و بلوچستان استانی هست بسیار پهناور و متنوع. استان این پهناوریش به گونه‌ای هستش که امتداد طولی که استان داره از شمالش تا جنوبش بیش از 1000 کیلومتر طول داره. همین باعث شده که ما در مناطق استانمون آب و هواهای متنوعی داشته باشیم. یعنی ما در تابستان‌هایی که در بعضی از مناطق استانمون مثل مناطقی از دلگان که هوا به بیش از 55 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه، ما در خاش میتونیم بیایم و بر فراز قله تفتان ما برف رو ببینیم. این ویژگی باعث میشه که استان سیستان و بلوچستان بسیار متمایز بشه از سایر استانهای دیگه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در شهرستان خاش میفته تفتان نوردیه. خیلی از کوهنوردای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای و حتی آماتور برای اینکه این کوه رو صعود کنن به شهرستان خاش سفر میکنن. من فکر میکنم با ما همراه باشیم و یک صعود سراسری رو از کل ایران بینی که از یمین و یسارت چه بیقرارانه اما Oh
خدا مرسی. از کدوم استانی؟ از آذربایجان. ماشاءالله. خسته نباشید. مخلصم. سلامت. موفق باشید. نمیدونم بچه‌ها کجا هستن، خبری هم ازشون نداریم، ولی فکر میکنم که نزدیکای پناهگاه باشن و بخوان استراحت بکنن. منم گفتم از این موقعیت استفاده بکنم و یه توضیح راجع به منطقه خاش بدم. منطقه خاش به خاطر آب و هوایی که وجود داره از پوشش گیاهی خیلی خوبی برخورداره تو استان. ما توی خاش پسته داریم، پسته‌های بسیار خوب و مرغوب که کشتزار خیلی زمین‌ها رو زیر کشت قرار دادن مردم اینجا و ما چون قبل از فروردین اومدیم اینها دارن شکوفه میزنن و انشالله توی ایام فروردین که شما تشریف میارین یک هوای خوب و یه فضای خیلی خوبی رو تجربه میکنین. ما توی خاش زردآلو داریم که انقدر این زردآلو شیرینه که فکر میکنم 3-4 تاشو بیشتر نتونیم بخوریم و گردو و شاتوت داریم توی خاش. این همش به خاطر حضور تفتانه و به این خاطر هوای خیلی خوب که اصلا اسم خاش هم از همین هوای خوب اومده، هوای خوش اومده و به خاطر همین من بهتون پیشنهاد میکنم حتما به خاش و حتما به تفتان سفر کنین و لذت ببرین از این نعمتی که خدا توی این کویر داده. ما منتظریم که دوستان خبری بشه و انشالله که تصاویر خوبی رو از صعود سراسری تفتان به شما نشون بدیم. امیدوارم. اشاره کردیم به تفتان. تفتان یکی از مهمترین جاذبه هایی هستش که ما در استان داریم. خب به خاطر کوههای همجوارش هست و سلسله کوههایی که پیرامون این هستش. تفتان بلندترین قله استان هستش و همچنین اولین قله آتشفشانی استان هست و دومین قله دیگرش ما در منطقه بزمان داریم که قله بزمان قله دیگر آتشفشانی استان هستش که علاوه ارتفاع قله بزمان کوتاه‌تر محسوب میشه. ما آثار مهمی که در منطقه تفتان داریم میتونیم از گورستان 70 ملا روپس، غار آبی لادیز هستش که توی شهرستان خاش هست اشاره کنیم. یکی دیگه از جاذبه‌هایی که بسیار زیبا هست دیدنش روستای این زیبایی